الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 35 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما سخنهای علما را در مسئله تقسیمات توحید و البته کلام سلف این امت و اهل علم را بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته، حلقه 34 بیان نمودیم که تقسیم شدن توحید به 3 قسم این مسئله اجتهادی نیست، این بافته و ساخته یک نفر یا که یک علما یا قسم از علما نیست، والعیاذ بالله این امر بدعتی نیست، بلکه این با تقسیم نمودن الله و رسولش تقسیم کرده شده است، بلکه خود الله سبحانه و تعالی در سوره قرآن به من و شما توحید را تقسیماتش را بیان نموده است. خیلی که یکی از آیاتهای سوره مریم را به شما بیان نمودیم که الله سبحانه و تعالی در یک آیت 3 نمودی توحید را ذکر نموده است و میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، الله این رب زمین و آسمان هاست و هر آن چیزی که در بین زمین و آسمان است ربش الله است، خالقش، ربش، مدبرش، نگهدارنده اش، نابود کننده اش، همش الله است. این دلالت به توحید ربوبیت می کند. دوام آیت الله می گوید: فاعبده واصطبر لعبادته، پس الله را عبادت بکنید و ثابت قدم در عبادت تنها الله باشید، یعنی غیر الله را عبادت نکنید. این دلالت می کند به توحید الوهیت. و در قسم آخر این آیت الله می گوید: هل تعلم له سمیه، آیا با الله یگان مانند، یگان مثیل، یگان ذات را دیده اید که برابر باشد؟ البته نه. این استفهام انکاری. الله سبحانه و تعالی به طریق سوال کردن انکار میکند که هیچ چیزی و هیچ کسی وجود ندارد که مثل الله باشد. نامگذاریش یا که نامهایش یا صفتهایش یا که کمالاتش مثل الله سبحانه و تعالی باشد. پس ببینید در حلقه گذشته این سخنها به شما بیان شد. حالا باشد میگذاریم به سخنهای علما رحمهم الله تعالی. علمای اهل سنت و الجماعت نیز در این مسئله سخن کردند. بمانند امام ابو حنیفه آمده است که خیلی که در الفقه الابسط ذکر شده است، میگند: والله يدعى من اعلى لا من اسفل لان الاصل ليس من وصف الربوبيه والالوهيه في شيء. الله دعا کرده میشد از اعلا، از بالا، نه از پایان. یعنی وقتی که دست رو میبردارید الله رو دعا میکنید، به بالا دست رو میبردارید، نه به پایان. چرا که پایان این وصف ربوبیت و الوهیت نیست. مقصد ما چیست؟ در اینجا ابو حنیفه گفته استند که ربوبیه و الالوهیه، یعنی توحید را ربوبیت و الوهیت گفته استند، یعنی توحید را تقسیم کرده استند. این دلالت میکند که ابو حنیفه رحمه الله تقسیم توحید را که توحید ربوبیت و الوهیت اسما و صفات است ذکر کردند و ابو حنیفه نیز رحمه الله بیان کردند. و ابن مونده در کتابت التوحید، در یکی از نامه های توحید، یا که بعضی علما میگن حتی کتاب توحید، رساله توحید، روایت میکنند از قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم، شاگردی
ابو حنیفه رحمه الله میگویند که انما دل الله سبحانه و تعالی خلقه بخلقه لیعرفوا ان لهم ربا یعبدوه و یطیعوه و یوحدوه. ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم شاگرد ابو حنیفه گفتند که الله سبحانه و تعالی خلقش رو به خلقش دلالت کنند، یعنی خلقش رو، من و شما انسان ها رو به دیگر چیزهای خلق شده آگاه داد. یعنی گفت که ای مردم، ای انسان ها، به زمین و آسمان نظر کنید که چقدر بزرگ است. اینها هم چیزی ساخته شده است لیکن بزرگ است. تا که ما بعد از اینکه زمین و آسمان و بعضی از چیزهای آفریده الله رو میبینیم، به مانند آفتاب و ماهتاب و غیر بزرگی الله رو میبینیم، بفهمیم که در این دنیا یک رب وجود دارد که ما باید عبادتش بکنیم. یک رب وجود دارد، این توحید ربوبیت، سازنده، خالق، نگهدارنده، مدبر، رب، این دلالت به توحید ربوبیت میکرد. یعبدوه و یطیعوه و یوحدوه، تا که بعد از این که الله را شناختیم چیکار کنیم؟ عبادت بکنیم، اطاعت کنیم و یگانه او را بشناسیم و تنها و یکتا عبادتش بکنیم. پس از این سخنی ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه رحمه الله نیز فهمیده میشد که تقسیم توحید در نزد ایشون وجود داشت. پس این سخنی پیدا کرده سلفی ها یا که وهابی ها نیست. امروز صوفی ها و گمراهان، رافضه ها برادران صوفی یا صوفی ها برادران رافضه، این اهل بدعت مکفره و این مشرکین که دشمنان توحید هستند، همیشه تقسیم توحید را انکار میکنند. میگن که توحید به 3 قسم تقسیم نمی شود. در زمان رسول الله توحید تقسیم شده نبود. در زمان صحابه و تابعین و ابو حنیفه و مالک و شافعی هیچ کس تقسیم نکردند این و آن، و این تقسیمات توحید را سلفی ها کردند، وهابی ها کردند، شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه کردند. والله بالله تالله این سخنشون دروغ است، بهتان است، طعنه بر دین است. بلکه تقسیم شدن توحید به 3 قسم و در زیر این قسم صدها نمود تقسیم دیگری توحید، مثلا در زیر توحید الوهیت هزارها نمود توحید، مثلا توحید خوف، توحید ذبح، توحید النظر، توحید التوکل، توحید الحکم، تحکیم نمودن به حکم الله. سبحان الله، دیگر نمودهای توحید زیاد است که در بر میگیرد. ما چه خیلی که بیان کردیم تمام خصوصیت های الله که مستحق الله است و هیچ کس به اون دخالت و برابری به الله سبحانه و تعالی مشارکه کرده نمیتواند. این 3 حالت است: ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات. و در درون توحید ربوبیت هم نمودهای دیگری بسیار است از نمودهای ربوبیت. پس تقسیم نمودن توحید، این تقسیم نمودن با قرآن ثابت شده است، با سنت ثابت شده است، با اقوال صحابه ثابت شده است. و ببینید که اگر شما در مذهب باشید، متعصب مذهب حنفی باشید و متعصب یک، بعضی انسان هستند که مبتدع، متعصب مذهب پرست، اونها دین پرست و الله پرست نیستند، مذهب پرست و ابو حنیفه پرست هستند. والعیاذ بالله، ابو حنیفه رو میگن که یگان خطاگی نکرده است، هر کاری که کرد درست است. حالا که وقتی که نوبت به ابو بکر رضی الله عنه میاد، میگن ابو بکر انسان بود، ابو بکر خطا کرد رضی الله عنه. عمر هم انسان بود، عمر خطا کرد. عثمان، علی و دیگر صحابگان رو میگن که خطا کردن، انسان بودن. اما وقتی سخن درباره ابو حنیفه میاد، ابو حنیفه پرست میشوند، میگن که نه، خطا نکرد. امام اعظم کیست؟ ما سوال میکنیم. اهل سنت میگن امام اعظم این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مذهب پرستان میگن امام اعظم ابو حنیفه است، یا مالک است، یا شافعی، یا احمد ابن حنبل رحمهم الله. اینها علمای بزرگترین اهل سنت و الجماعت بودند، اینها سلف این امت بودند. اینها در حقیقت عالمان بزرگ و شیخ الاسلام زمانی خودشون و تا روز قیامت چه خیلی که میبینید اینها علما هستند، همه احترام میکنند، رحمهم الله میگن. لیکن بعضی انسان ها چیزهای دروغ و چیزهای بافته را به اینها نسبت میدهند و بعد از این دیگر انسان ها را طعنه میزنند. امروز دموکرات خواهان، مشرکان میگن که ما پیروان ابو حنیفه هستیم. والله بالله تالله اگر ابو حنیفه زنده می بود رحمه الله، یکمون کسی که اون را به قتل میرسونید همون شما هستید. مجلس ابو حنیفه، بزرگ شماری ابو حنیفه، مدرسه و
مسجد و دانشگاه به نام ابو حنیفه، اما دشمنان سختترین ابو حنیفه، یعنی نام ابو حنیفه رو نقاب بر رویشون میپوشند و بعد از این مردم رو فریب میدن. مردم گمان میکرد که بله ابو حنیفه چیز است، پس این آدم خوب است. نه، این آدم فریب میدهد. شما انسان های بی علم، انسان هایی که از شریعت بیخبرید، شما رو فریب میدند و شما هم فریفته میشوید و از عقب امنو گمراه میشوید. پس ببینید ابو حنیفه شاگردشون ابو یوسف و شاگرد دیگرشون محمد ابن الحسن الشیبانی در تفسیری یا که شرح کتابی موطأ امام مالک آشکار بیان نمودند که توحید در حقیقت تقسیمات دارد و این سه هست: ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات. و در اینجا امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف شاگردشون دو نمود تقسیم توحید رو گفتند. چخیلی که ما گفتیم در بعض نزد علما تقسیمات توحید دو قسم بود، چرا که توحید اسماء و صفات به زیر توحید ربوبیت داخل می شود، به ربوبیت داخل می شود. از 4 نمود تقسیمات توحید یک نمودش توحید رو دو قسم میگه که ما به شما بیان نمودیم. یکی از دیگر علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت که در فقه مذهبشون حنفی بود، امام ابو جعفر الطحاوی وفات کننده 311 هجری، در کتاب عقیدهشون عقیده طحاوی معروف است. امروز طالب علم نیست که این رو نخونده باشد و هر کسی که نخونده است و این خوب نمیفهمد حتی طالب علم گفته نمیشد. اهل سنت طالب علمش ناممکن است که این رو نخونده باشد که شرح دادند ابن ابی العز حنفی، شرح طحاوی ابن ابی العز حنفی. امام طحاوی رحمه الله میگن که نقول فی توحید الله، ما در مسئله توحید الله میگوییم ان الله واحد لا شریک له ولا شیء مثله ولا شیء یعجزه ولا اله غیره. الله یگانه است، تنها است که شریک ندارد. توحید ربوبیت، شریک در آفرینش ندارد، در نگه داشتن زمین و آسمان، در رزق دادن، در فایده دادن به مردم یا ضرر رسانیدن، هیچ کسی شریک الله نیست. فقط این در دست الله است. در زنده کردن، میرانیدن، باران دادن، این همه در دست الله است. یگان کس شریک شده میتواند؟ الله سوال میکند وقتی که من میگه روز رو داشتم و شب رو من کردم، وقتی که شب نشد کدام از شما میتوانید که شب رو بیارید؟ والله هیچ کسی. با این همه قدرتمندی که امروز کفار اعلام میکنند، با این همه تکنولوژی و تکنولوژی، والله همه خاموش، هیچ کسی هیچ کاری کردن نمیتواند. من اله غیر الله یأتی بی. و میگد که اگر من شب رو داشتم و شب دیگر روز نشد، من اله غیر الله یأتی بی. کیست همون کسی بجز الله که میتواند که شب رو روز بکند؟ نه والله هیچ کسی نمیتواند. پس این دلالت به توحید ربوبیت میکند. و در دوام شیخ رحمه الله میگن که ولا شیء مثله ولا شیء یعجزه. یگان چیزی مثل الله نیست، یگان کسی صفت مثل صفت الله و یگان کسی کاملیت مثل کاملیت الله و نام حسنای نام مثل نام الله سبحانه و تعالی ندارد و هیچ کس یعنی برابر الله شده نمیتواند. این دلالت به توحید اسما و صفات میکند. و در دوامش میگن که ولا اله غیره. اله معناش معبود است، چرا که اصلی توحید الوهیه از اله گرفته شده است. الله هم کلمه الله لفظ الجلاله از همین اله گرفته شده است، ریشهش اله است. به همین کلمه اله با لام و الف قطعش کرده شد که الله شد، یعنی معبود. نیست یگان معبود غیر از الله. معبود یعنی ذات پرستیده شونده، یعنی یگانه ذاتی که باید پرستیده شود و عبادت به او انجام ده شود الله هست. این توحید الوهیت. یعنی به دیگر عباره، خیلی که ما در حلقه گذشته بیان کردیم، توحید را به عباره های گوناگون بیان میکردند. شیخ طحاوی هم در اینجا بیان کرده است که توحید در حقیقت به 3 قسم تقسیم میشد. و این نوعهای مثلا توحید سیگانه، توحید الربوبیه، توحید الالوهیه، توحید الاسماء و صفات در اینجا بیان شده است. امام ابن بطه العبکری وفات کننده سال 398 هجری، یعنی علماء عصر 4، در کتاب بزرگ خود که الابانه گفتند، برای اهل سنت، طالب علمان اهل سنت و جماعت خواندنش بینهایت مهم است که در اینجا اهل بدعت رو، خطر اونها رو بیان میکنند. میگن که وذلك ان اصل الایمان
أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به 3 أشياء. اصل ایمان به الله که واجب است به هر یک خلق، به هر یک مردم واجب است که اعتقاد بکند به همون اصل ایمان، این 3 چیز است. یکمین اصل ایمان، یعنی در اینجا توحید نزن، ای یعتقد ربانیته، این که انسان ربانی الله را، ربانیت الله را اعتقاد کند. چی؟ یعنی ربوبیت الله، توحید ربوبیت را، رب بودن الله را که خالق است و عالم است و هر یک کاری که میشود به اراده و خواست الله است و به تقدیر الله است و بزرگی الله را اقرار کند. لیکون بذلك مبینا لمذهب اهل التعطیل الذي لا يثبتون صانعا. و در همین جا خودش رو بیان بکند نسبت اهل تعطیل، یعنی یک نمود اهل بدعتی که اهل تعطیل هستند که صفاتهای الله را یا که بعضی از نمودهای توحید الله سبحانه و تعالی را انکار میکنند. بمانند اهل تعطیل کسانی که عطل میکنند، یعنی انکار میکنند. اهل انکار ربوبیت الله را، صانع بودن الله را، سازنده و خالق بودن الله را انکار میکنند. پس آدم مؤمن باید اثبات کند توحید ربوبیت را و انکار کند کسانی که این را اثبات نمیکنند. و دومین چیزی که میگه اصل ایمان است و ایمان آوردن ضرور است، ای یعتقد وحدانیته لیکون مبین لمذهب اهل الشرك الذين آمنوا بالصانع واشركوا معه في العبادة غیر، یعنی اعتقاد کند به یگانگی الله در عبادت و با همین خودش را نشان بدهد به مذهب اهل شرک من یگانه پرست هستم و به مذهب اهل شرک بیان بکند که شما این عملتون خطا هست که بجز الله یک چیزی دیگری را شریک قرار دادید به الله سبحانه و تعالی در عبادت، هم در ربوبیت یا هم در الوهیت. این دلالت به توحید الوهیت میکرد. ثالثا اعتقد موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا ان يكون موصوفا بها. و این چنین سومین چیزی که از اصل ایمان است، یعنی اصل توحید است که به همین انسان مؤمن و موحد میشد، به این مسلمان شدن ناممکن است، انسان کافر باقی میماند. این است که انسان اعتقاد بکند که الله سبحانه و تعالی موصوف است با صفاتهای گوناگونی که هیچ وقت جایز نیست که این صفاتها و نامهای الله را به کسی دیگر انسان بدهد یا کسی دیگر را مثل الله صفتش را بیان بکند یا که موصوف بگوید. این سخن امام ابن بطه، امام 398 هجری وفات کردن، علمای اهل 4000 سال پیش از این روز وفات کرده، علمای بزرگ اهل سنت و جماعت که همه به اتفاق قبول میکنن که این علمای اهل سنت و جماعت هستند، از علمای متقدمین، علمای سلفین امت هستند. میبینیم که در سخنشون آشکار توحید را تقسیم میکنن به توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات. و کتابشون مشهور است، معروف است، منتشر یافته است، در همه جا وجود دارد که الحمدلله بنده هم این کتاب را در مدینه منوره از مشایخ تعلیم گرفتم. یگان نفر از علمای بعد از ابن بطه آمده، ابن بطه الابکری آمده، یگان نفر از علمای اهل سنت در مدت این 1000 سال به ابن بطه مخالف نشده اند، به ابن بطه به این سخنشون رد نزده اند و تمام همزمانشون، علمایشون، دوستانشون، مشایخ و ائمه‌ای که از استادانشون و برادرانشون بودند در همون زمان این سخن رو قبول کردند. پس این دلالت میکند که تقسیم نمودن توحید به 3 قسم یا دیگر قسم هایی که هست که از درون دیگر توحید ها گرفته میشد، لیکن اصل توحید که 3 هست. این توحید سنی هست، یعنی توحید از عقیده اهل سنت و جماعت است. این توحید سلفی هست، یعنی بگم توحید، بگم تقسیم سلفی است. عباره من کمی غلط شد. توحید نیو میگم این نمود تقسیم کردن توحید، این تقسیمی سلفی هست. یعنی سلفی به معنای اینکه علمای پیش از ما اومده، علماهایی که در اول این اسلام اومده اند، اینها هم تقسیم کردن و این تقسیمات بدعتی نیست و این نمود تقسیمات رو کسی که میکنه اون رو مبتدع گفته نمیشد. هر کسی که تقسیمات توحید رو انکار بکند یا در همین مسئله شک و شبهه داشته باشد و سخن بکند، داند که از اهل بدعت است. این پیروان گمراهان است. سبحان الله. ابن حبان صاحب الصحیح
در مقدمه کتاب روضة العقلاء ذکر میکنند، میگن که الحمد لله المتفرد بوحدانیة الالوهیة المتعزز بعظمة الربوبیه. یعنی حمد و ستایش و شکر آن ذات یگانه را که یگانه است در الوهیتش و بزرگش در ربوبیت است و یگانه است. یعنی ببینید در ابن حبان هم گفته استند که الله توحید ربوبیت دارد، توحید الوهیت دارد. سبحان الله. و مقریزی الشافعی در کتاب التوحید ذکر میکنند که ولا ریب ان توحید الربوبیه لم ينكره المشركون بل اقروا به و انما انكروا توحید الالوهیه. یعنی یگان شک نیست و یگان شبهه نیست که میگن توحید ربوبیت رو مشرکا انکار نکردند، بلکه مشرکای زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم توحید ربوبیت رو، یعنی توحید خلق، توحید علم بودن الله، توحید بگویم به اراده الله شدن، توحید رزاق بودن الله رو مشرکان هم اقرار میکرد، بلکه مشرکان مشکلشون این بود که توحید الوهیت رو انکار میکنند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم با اونها جنگیدن، اونها رو دعوت کردند. این دلالت میکند این سخن که در نزد علمای اهل سنت و جماعت در حقیقت توحید تقسیم شده است بر ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و در زیر این بود دیگر قسم‌های توحید که به درون این توحید ها جمع شد. ابن ابوالعز حنفی شارح کتاب تحاوی ذکر میکنند که التوحید اول الامر و آخره، اعنی توحید الالوهیه. توحید میگن این اولی امر است، اولی کار این توحید است و آخری کار هم توحید است. معنای سخن این که یعنی بزرگترین چیزی دین توحید است. توحید نخونده، توحید نفهمیده، دیگه مسائل به در آمدن این احمقی است، این جاهلی است، این از اهل بدعت بودن است. به توحیدی به دینی است، به توحیدی یعنی از اهل شرک بودن است. برای همین اولی کار، آخری کار، تمام عمر باید توحید باشد. در دوامش میگن که یعنی میگن من مقصدی من این است که میگن اعنی، یعنی مقصدی من این است کدام توحید؟ توحید الوهیت، یعنی یگانه عبادت کردن الله، یگانه انجام دادن عمل به الله، اطاعت الله، حکم کردن به حکم الله و غیره. فإن التوحید يتضمن ثلاثه انواع. در دوامش میگن که البته توحید میگن در بر میگیره سه نمود توحید رو. یکی از نمودهای توحید این احدهم الصفات، میگن توحید صفات است. دوم نمود توحید میگن توحید الربوبیت است و الثالث توحید الالوهیه، سوم توحید الالوهیت است که انمین بنواد ضرور است که میگن مردم در همینجا بسیار مشرک شد در توحید الوهیت که یگانه عبادت کردن الله سبحانه و تعالی که شریکی ندارد است. پس ببینید که ابن ابوالعز حنفی هم توحید سه قسم گفته شرط الاسلام. یا که امام الصنعانی در کتاب تطهیر الاعتقاد میگن که الحمد لله الذي لا يقبل توحید الربوبیه من العباد حتى يفردوه بتوحید العباده كل الافراد. حمد و ثنا و شکر ستایش همان ذاتی را که الله را که توحید ربوبیت را قبول نمی کند از بندگانش مگرم در حالت به وجود آمدن توحید الوهیت. یعنی الله همون ذاتی هست که از بنده همون وقت توحید رو قبول میکند که همه توحید رو بجا بیاورید، اما یک قسم توحید رو انسان بجا بیاورد، دوم قسم رو بجا نآورد، الله این نمودی توحید رو قبول نمیکند. انسان توحید ربوبیت رو بجا آورد و توحید الوهیت رو بجا نآورد، الله این رو قبول نمیکند و انسان مشرک است. الله یگانه گوید، الله رزاق است، الله خالق است، الله میمیراند، الله زنده میکند، الله ضرر میرساند، الله فایده میدهد. بعد از این رود شیخ پرست شود، قبر پرست شود، بعد از این رود به حکم غیر الله سبحانه و تعالی حکم بکند. پس این چی است؟ مشرک است، برای آنکه توحید الوهیت رو انکار کرده است. شیخ البقلانی یک از علمای اهل سنت و جماعت در کتاب الانصاف ذکر میکنه، میگن توحید له هو الاقرار بانه ثابت موجود و اله واحد فرد معبود لیس کمثله شیء. یعنی در این جمله شون توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات رو ذکر کردن. ثابت موجود، ثابت موجود توحید ربوبیت، اله واحد فرد معبود، یگانه است، معبود است، یعنی ذاتی که یگانه عبادت کرده شد. لیس کمثله شیء، الله ذاتی است که هیچ کس به او مانند شبیه ندارد، نه در اسما و نه در صفات. و ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی رحمهم الله در تصنیفهایشان، در مؤلفاتشان توحید را به نهایت به تقسیمات گوناگون ذکر کردند و به نهایت در این مسئله سخنهای زیاد کردند که یعنی جمع کردنش حتی به یک جا مشکل است. یعنی به نهایت سخنهای زیاد کرده هستند.
و اساس سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه هم می آید که توحید به سه قسم است و در درون این سه قسم توحیدهای دیگر وجود دارد. مثلا توحید الربوبیه بگوییم، در درون توحید الربوبیه توحید المالکیه، توحید الخالقیه وجود دارد، توحید الرازقیه، یعنی یگانه الله خلق کرده است، یگانه الله میراند. و در زیر توحید الوهیت هم صدها نمود توحید است. و این بود بعضی از نقلها از سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت، بارک الله فیکم، که از علمای این مذهب هستند، مذهب اهل سنت و الجماعت، که از سلف این امت هستند، ذکر میکنند. بارک الله فیکم. اما با وجود همین بعضی ها میگن که این سخنها کم است، این است و آن است از اهل بدعت. ما میگیم در زمان سلف این امت در مسئله تقسیمات توحید، یعنی مردم در این مسئله احتیاج نداشت. یعنی مردم که همه به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک بودند، مردم که در اول این اسلام صحابگان را دیدند، تابعین را دیدند و غیره و غیره، این مردم توحید را خوب میفهمیدند و حاجت برای تقسیم کردن نبود. اما وقتی که روز به روز امت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله دور میشوند و امروز 1400 سال گذشته است، امروز باز علما زیادتر تقسیمات را مشهورتر و واضحتر میکنند تا که مردم از اسلام باخبر شوند. پس بارک الله فیکم، این بود سخنهای علما در مسئله تقسیم توحید. و بإذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما سخن میکنیم در مسئله اصل توحید. اصل توحید چی است که آدم مسلمان میشود، که ترک کردنش آدم را کافر میکند، و فرع توحید، جزئیات های توحید چی است، و زیاد و کمشوی توحید به مانند زیاد و کمشوی ایمان سخن خواهیم کرد. بارک الله فیک.